حالا ما در خانه مهیا کریمова قرار داریم. در نتیجه سوختار این زنی جبر دیده تمام چیز و چاره خانه‌اش را از دست داد. وقتی که ما به خانه او اومدیم در خانه را پسرش باز کرد، فهمیدیم که برای دریافت کردن مبلغ برای بازار مرکزی پنجشنبه برای فروش جوراب‌ها برآمده است. گروه ایجادی خبر هفته گذشته از عاقبت سوختار سنه 28 ایون رخ داده گزارش اطلاعاتی آماده کرده بود. امروز مادر دو فرزند که سرابان ندارند در چه حالند؟ هفته دوم است که مهیا کریمова با فرزندانش بین 4 دیواری سوخته زندگی میکند. زندگیش نگران کننده است. آنهایی که به عیادتش آمدند مواد اولین درجه آذوقه‌واری و پوشاک آوردند. از این زن شکر میگوید، اما وضع اجتماعی این عائله ضرر دیده همانا وزن باقی میماند. بام بنا و خانه استقامتی او در حالت خیلی بد و غیر سانیتری قرار داشته آنها مجبور هستند که در این شرایط ناگوار زندگی کنند. سوخته همه صداش زندگانی کاسیم مجبور خود میشد که سخاونده یاردم میکردن. فرزند کلانی مهیا کریمовای 43 ساله 25 سال دارد. دخترش 13 ساله است. مادر فرزندانش را دست تنها به وای رسانده ایستاده است. تامینات زندگی و درآمد مالیوی این عائله از حساب جوراب فروشی مادر است. از درآمد هر روزه مواد آذوقه میخرند. برای تعمیر خانه و بام بنا مبلغ ندارد. از سوختاری که در خانه استقامتی مهیا کریمова رخ داد همسایه‌ها نیز ضرر دیدند. اکنون ضرر دیدگان انتظار کمک و دستگیری حکومت و خیرخواهان میباشند. بعد از چند روز سوختار من همو تلویزیونمو کار فرمانده نمیتونیم، پردیزامو تر، همو خواتای غشتا همش تر، 6 تا پژارنی که آمدگی بود همون جاهای دیوالون نام کشتگی. مثال همون بولی همون بومی که بولی کریشه میگن همون تا چند وقت مثال درست کرده داده میتونن، مثال قوتتون میرسد. اگه حالی بارون و برف نبودگینده تعمیر کرده داده میتونن سوریا نوریدینова استقامت کننده همین بنا است. وی گفت که چند روز پیش از منطقه با استفاده بری منزل آمده نمایندگان مقداری ضرر را معین کردند، اما باب بنا همانا تعمیر طلب باقی میماند. هنگامی به نوارگیری کارمندان خدمات آتش‌نشانی شهر خوجند را نیز در جای حادثه مشاهده کردیم، اما برای صحبت با ما راضی نشدند. بنابراین از مقصد تشریف آنها بیخبر ماندیم. از جلترس یک نفر آمدن دیده برفتن چند کردند، لیکن اول نتیجهش نیست. همین پادیزی که سوختار شد در همین پادیز سویت یک هفته هاش به نیست. خیلی که من گفتن کابل های من تلویزیونم کار نمیکند. یک چند خانه نه اینکه همین 4 مترش 3 خانگی یا خانگی سوخت پسند چند خانه ها باشد همش آب زیر کرد. همش با وقتی که آب زیر کرد انا میدونید که خانه ها همش تراشته برآورده، دیواره برآورده بیرون پرتافتن و خانه همش تعمیر طلب. یگان تاش من از طرف الکتریک آدم جیغ زده نشون دادیم. سویت درگراند ممکنه قبیت دیوار تار گفتن. قبیت دیوار که تار شد یگان وای خواننده کن به سویت چخیل میشه زندگی کردن. ساکنان بلند آشیانه از نصب نادرست قوه برق اظهار نگرانی کردند. آنها گفتند که هنوز هم در استفاده بری قوه برق مشکلی وجود دارد. وقتی که ما الکتریسیته رو مراجعه کردیم اومدن اینجا با پرواده‌ها آویزون بود. من این چسب اونم برفتم، اما این احوال همه جا کشادگی، شکستگی همیشه همین دونه قطعی بگیرن. من این سایه میتونم اینا میتونستن دونه قطعی بازوی کرد چسب اونم نکرد برفتن. اینجا نبرام باری دوم است که این زن از مردم سخاوتمند کمک میپرسد. بعد گزارش اول در شرکت تلویزیون و رادیو سیمای مستقل یکم بینندگان سراغ و رقم تلفنی مهیا کریمова را پرسان شدند. آنهایی که به این عائله کمک کردنی‌اند به رقم تلفنی که در پایان اکران خود میبینید زنگ زنید. گزارش گلحیا کمالزاده، نعیم ایوبوف و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.